سلام، من پگاهم و خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه با من. امروز تصمیم گرفتم که بیام یه ویدیو بگیرم و با همدیگه بشینیم توش آرایش کنیم و راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم. حقیقتش رو بخوام خیلی وقت بود که دلم می‌خواست یه آرایش همچین درست حسابی و جوندار که حالا سایه داشته باشه و یه ذره قرتی باشه و اینا انجام بدم، چون خب مثلا آرایش روزانه و روزمره رو که خب مثلا زیاد انجام میدیم، ولی دلم می‌خواست یه آرایشی باشه که یه ذره قرتی تر باشه. گفتم که بیام این کار رو با شما با همدیگه انجام بدیم. در این حینم راجع به چیزهای مختلف با همدیگه حرف بزنیم. حالا من اولین مرحله قبل از اینکه شروع کنیم به حرف زدن با همدیگه میخوام کرم پودر بزنم. قبلش هم زیرسازی و کرم و همه این کارا رو انجام دادم. پس مستقیم میریم سراغ کرم پودر. چیزی که این روزا خیلی بابه و در واقع خیلی همه راجبش حرف میزنن و بحثش داغه، خیلی ترند شده، عشق ابدیه که داره توی یوتیوب پخش میشه. خیلی واسه من جالبه که در واقع خیلی مثلا نظرهای مختلفی راجبش هستش. یه سریا میگن که این چیه و این فرهنگ ما رو داره خراب میکنه و اصلا چرا باید همچین برنامه‌ای باشه و نمیدونم مبتذله، و یه سریام نه نگاش میکنن و دنبالش میکنن و حالا من نمیدونم اون یه سریایی که اینجوری نقدش میکنن هم دنبالش میکنن یا نه، اینو دیگه فقط خدا و خودشون میدونه. ولی کلا من واسم عجیبه، یعنی نظر خود منو اگه بخواین اینه که واسم عجیبه که انقدر ریاکشنای عجیب غریب بهش نشون میدن، چون که خب مثلا یه برنامه فانیه دیگه، یه برنامه سرگرمیه. همه برنامه‌ها که مثلا قرار نیستش که چیز خاصی به ما اضافه کنه، یعنی مثلا خیلی محتوایی باشه که تو یه چیزی حتما یاد بگیری. همه برنامه‌ها قرار نیست مثلا این کار رو انجام بدن. برای همین من متوجه این همه در واقع مثلا هیت گرفتن و ایناش نمیشم، خودم هم دنبالش میکنم، به خاطر اینکه به نظر من یه برنامه فانیه و ببین قبول دارم که میتونست خیلی بهتر ساخته بشه، یعنی چون فانه دلیل نمیشه که حالا از کیفیتش مثلا زده بشه یا مثلا قانع باشیم به این چیزی که الان داریم میبینیم. من قبول دارم که میتونست خیلی، یعنی تو خیلی مسائل میتونست مثلا کیفیت بهتری داشته باشه، چه از لحاظ مثلا لباساشون، آرایشاشون، اصلا تصویر برداریش، تدوینش. به نظر من همه این چیزاش جای بهتر شدن داره. یعنی مثلا من نمیگم که فوق‌العاده است و کیفیتش عالیه، نه، ولی به نظر من اینقدر دیگه این خود این برنامه میدونین جای هیت گرفتن نداره. و اینکه کلا یه سریا میگن که این تو رو خدا این برنامه رو نگاه نکنین، وقتتون با ارزش تر از این حرفاست که مثلا بشینین این چیزا رو نگاه کنین و اینا. واقعا میگم راستش متوجه اونم نمیشم، یعنی این حجم از گارد گرفتن نسبت به این برنامه به نظر من هیچ منطقی نداره، به خاطر اینکه میگم ما خیلی برنامه ها رو نگاه میکنیم که فقط سرگرمی هن. یعنی فقط میشینیم یه ساعت و نیم نگاه میکنیم که سرگرم بشیم، بخندیم، مثلا شاد بشیم، سرحال بشیم، روحیه‌مون عوض شه. لزوما تمام برنامه ها قرار نیستش که مثلا چیز خاصی به ما اضافه کنه، یا مثلا اگر اون برنامه ها رو نگاه کنیم وای وقتمون تلف شده. برای همین به نظر من بیاین اینقدر گارد نگیریم نسبت به مسائل. هیچ چیز، یعنی اینجوری نیستش که بگیم مطلقاً بده، نه مطلقاً بد نیست، به چشم سرگرمی نگاش کنین. حالا کلا من عجیب ترین قسمت این برنامه واسم اون قسمتی بودش که قسمت اولش که می اومدن خودشونو معرفی میکردن و میرقصیدن. اون قسمت اینجوریه که خب چرا؟ یعنی واقعا این مدلی بودم که خب باشه میای خودتون معرفی میکنین و اینکه اوکی، اینکه یهو مثلا شروع میکردن به اینجوری رقصیدن و اینا، اینش یه ذره جالب بود. بعد
حالا مثلا اینجوری بودم که داشتم مثلا اینو میپذیرفتم که اوکی دخترها میان معرفی میکنن و میرقصن و اینا، یهو پسرها وارد شدن اونام با رقص. اینش واقعا به نظر من خنده‌دار بود. و اینکه نمیدونم، به نظر من این جای صحبت داشت. آقا من کانسیلر رو، کرم پودر رو، رژگونم رو زدم. حالا بریم که فیکسشون کنیم و بریم سراغ چشم، ببینیم سایه چه رنگی بزنیم. خب به نظرتون سایه چه رنگی بزنیم؟ من دارم فکر میکنم که برای این قسمت کریسمون یه سایه مثل هلویی طور بزنم، بعد ببینیم حالا بقیهش چی میشه. فعلا با هلویی شروع میکنیم. راجع به کلا شخصیت هایی که یعنی آدمایی که شرکت کردن این تو بخوام نظر بدم، خب الان مثلا میبینم توی اینستا و اینا که آدما مثلا خیلی میگن که مثلا یه سریاشون میگن این رو مخ اون رو مخ و اینا، رو مخ مثلا آدماست. یعنی من اگه بخوام بگم به نظر من مثلا خیلی ها دیدم که میگن وای امیرحسین مثلا چه اینجوری رفتار میکنه، امیرحسین خیلی مثلا با سودا بد رفتار میکنه و خیلی رو مخم میره و اینا. من رفتارای امیرحسین رو نمیپسندم که بگم وای مثلا اوکیه، ولی اونقدر رو مخم نیست، به خاطر اینکه به نظر من خود سودا هم یه سری رفتاراش یه ذره درست نیست. یعنی مثلا بعضی وقتا خود سودا هم یه کارایی میکنه که تو مثلا اینجوری میشه که نکن. ولی از لحاظ اینکه مثلا یه سریاشون واقعا مثلا اینجوری که بسه دیگه بسه. مثلا اون آدمی که بخوام بگم که واقعا چیزه نمیتونم اصلا نمیتونمش، یکیشون علیه. به نظر من علی واقعا اصلا خیلی هر دفعه که مخصوصا وقتی که قاطی میکنه مثلا عصبانی میشه، اصلا هی یه حرفو چند بار تکرار میکنه و اینا، به نظر من اصلا نمیشه تحملش کرد. یکی علیه، یکی هم ترانه به نظر من مثلا میدونی حاضر جوابی با بی‌ادب بودن فرق میکنه و به نظر من ترانه رفته تو اون قسمت بی‌ادبیه دیگه، مثلا حاضر جواب نیست. خب این سایه هرم من زدم به کریس و یه ذره پخشش کردم، کشیدمش یه ذره اینجوری به سمت بیرون چشم. حالا به نظرتون سایه مثلا اینجاهاشو یه ذره اکلیلی که نه، یعنی مثلا یه ذره شاین بزنم یا همینجوری مات نگهش دارم؟ چیکار کنم؟ یه شاین کوچولو بزنم. الان که من این ویدیو رو دارم میگیرم فکر میکنم تا قسمت 16 یا ایناش اومده، فکر کنم 16 دقیقه یادم نیست، ولی آخرین قسمتی که من دیدم اون قسمتی بودش که این آقا جدیده اومده، اسمش چی بود؟ پژمان. آره این پژمان اومده، آقای دکتر، و اونجا بودش که دیگه مثلا این نگار دیگه نمیدونست چی کار کنه و چایی می آورد. اونش خیلی جالب بود. بعد به خاطر اینکه مثلا شما دقت کنی این فکر میکنم دلیل اینم که انقدر بقیه‌شون یهو به این ریاکشن نشون دادن این که مثلا تو روزای قبل نگار اونقدر خیلی مثلا میدونی دست به یه لیوان جابجا نمی‌کرد، بعد یهو رفت یه سینی چای آورد و به قول علی هی میگفتش که یه جا اگه علی من باش موافق بودم و حرف درست و زد این بودش که یه برقی، هی میگم یه برقی تو چشای نگار من دیدم، واقعا یه برقی تو چشاش دیده شد. و اینکه کلا به نظر من مشکل نگار اینه که خیلی یعنی همش دوست داره تو مرکز توجه باشه و به خاطر این توجهه همه کاری میکنه، یعنی حاضر همه کار بکنه تا فقط انتخاب بشه و تو مرکز توجه باشه. برای شاینش این نمیدونم معلومه یا نه، یه مثل حالت مسی رنگه ولی یه اکلیلای مثلا ریز، یعنی یه شاینی هم توش داره. این انتخاب کردم و با انگشتم وارد کار میشیم و همینجوری میزنیم به پشت پلکمون. یه چیز دیگه هم که الان از این آقا جدیده
حرص آدمو در میاره اینه که اینم تکلیفش با حالا قبولم تازه اومده ها، ولی اینم تکلیفش با خودش مشخص نیست، یعنی همه رو دوست داره. این قسمتش چی بود؟ به زهرا میگفت، زهرا بهش میگفتش که نمیدونم یادم زهرا چی میگفت، ولی هی میگفتش که به نظر من شما خوشگلی، اونم خوشگله. بعد زهراش میگفت به نظر شما همه خوشگلن، یعنی اونم خیلی تکلیفش با خودش مشخص نیست. و اینکه اونم خیلی به نظرم اینم حرص آدمو در میاره. چطور شد؟ فکر میکنم اگر یکم یه ذره رنگ تیره تر اضافه کنم بهش، مثلا تو این قسمت کریسم، نه خیلی تیره ها، یه ذره تیرش کنم باحال‌تر میشه. ولی واقعا داستانی که هست به نظر من نگار تکلیفش و خودش مشخص نیست و اینکه اینا بهش میگفتن تو نمیدونم کی بود بهش میگفت، فکر کنم ماهرخ بود شاید، یادم نیست، نمیدونم. اینکه بهش میگفتن که تو میخوای همه رو توی آب نمک بذاری تا اینکه ببینی مثلا چه اتفاقی میفته یا مثلا دیگه کی میاد و اینا، به نظر من این درسته، به خاطر اینکه واقعا این کار داره میکنه. اولش میگفتش که من با فرشاد تو رابطه‌ام و دستبندش رو انداخت تو دستش و اینا، بعد یهو تا یه آدم جدید اومد رفت سراغ اون آدمه و اصلا فرشاد بدبخت و همونجا رها کرد تو کوچه، دیگه هم محل نمیذاش بهش. این از سایمون. حالا من نمیخوام خط چشم بکشم، ولی یه مثلا یه با سایه سیاه مثلا، یا یه سایه مثلا قهوه‌ای یه ذره تیره، این گوشه رو یه ذره مثلا یه خطی میندازم، تقریبا سایم به نظرم دیگه تمومه. و اینکه اون خط رو که کشیدم یه ذره محوش کردم، یعنی خیلی نمیخواستم خطی بمونه، فقط مثلا یه حالتی انگاری مثلا به چشم بده و اینا. الان بریم ریمل بزنیم. حالا به نظر شما کی اول میشه تو این کاپلایی که الان هستن؟ به نظر من طناز و شاهین میتونن اول بشن. اینکه خیلی بهشون هی گیر میدن که شما فیکین و مثلا نگار هم که من که میدونم کیا فیکن و اینا، نمیدونم، من خیلی حس فیکی از طناز و شاهین نمیگیرم، به خاطر اینکه احساس میکنم که این چیزی که دارن و میدونی خیلی تو حاشیه وارد حاشیه نمیشن، یا مثلا خیلی دعوا نمیکنن، یا مثلا چی. حالا تو قبول دارم که طناز خیلی میچسبه به شاهین و از روز اول دیگه هی میگه فقط شاهین شاهین، اینش بده، ولی اونقدر احساس فیکی نمیکنن و اینا اصلا میگم هیچ وقتم وارد حاشیه نشدن. یه سری همین نگار و اینا رو وارد حاشیه کردن. ولی کلا یه نظر کلی بخوام راجع به همشون بدم، مثلا کاری ندارم کی برنده میشه، به نظر من شاهین و طناز اول میشن از بین آدمایی که الان هستن. ولی در کل بخوام مثلا یه نظر کلی راجع به همشون بدم، به نظر من الان نورمال تریناشون، یعنی اونایی که خیلی از بقیه نورمال تر رفتار میکنن، یکیشون ماهرخه و مثلا یکیشون طنازه، دیگه میلاد و مثلا سیاوش به نظر من خیلی نرمالن، یعنی هیچ رفتار عجیب غریبی نمیکنن و اصلا وارد حاشیه هم نمیشن. به نظر من اینا به نظر من حداقل دارن نرمال رفتار میکنن. یا شاهین یه جاهای خودش رو درگیر میکنه، یعنی یه حرفایی میزنه که خب مثلا میتونه اون حرفا رو نزنه و خودش رو مثلا وارد یه داستانی نکنه، ولی اونم بعضی وقتا یه کارایی میکنه. ولی به نظر من نرمال تریناشون اینان. نگار یه ذره کارای رو مخ میکنه و همش دوست داره جلب توجه کنه و مرکز توجه باشه، اون بده. زهرا این چه کاریه میکنی؟ واقعا من نمیفهمم که زهرا چرا از روز اول افتاده دنبال نگار و اصلا یه جوری رفتار کرده که انگار که خودش یه شخصیت مستقل نیست، یعنی یه شخصیت مستقل از خودش نشون نداده، همش دنبال نگاره و نگار میاد ناراحتیاشو به این میگه، نمیدونم نگار حاشیه درست میکنه، هر کاری که اون میکنه این فقط یه گوشه وایساده یا داره تایید میکنه یا میگه نه اینجوری نیست نه اونجوری نیست، یعنی اصلا همش درگیر اونه و به خاطر اون اصلا الان نمیتونم بگم به خاطر اونا، ولی یه دلیلش هم نگاره که این اصلا دیده نمیشه. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که خب خودش اصلا هیچ شخصیتی یا هیچ کرکتری از خودش
بچه‌ها کرکتر داشته باشین. خلاصه که داشتم میگفتم یه شخصیت مستقلی، یعنی مثلا هیچکی، ما هم نمیشناسیم زهرا رو که بیننده ایم، مثلا همه چی رو نسبتا داریم میبینیم، ولی خود اونایی هم که اونجا هیچ کدوم یه شناخت مثلا نسبی از زهرا پیدا نکردم. برای همین من فکر می‌کنم که اگر همینجوری پیش بره ممکنه که تنها بمونه. حتی این آقا جدیدم که اومد که باز نگار نذاشت حتی یه ذره این زهرا به چشم بیاد. بدبخت دیگه. حالا نمیدونم سرنوشتش چی میشه دیگه. راجع به کی نظر ندادم؟ امیرحسین که گفتم، ببین امیرحسین خیلی رو مخ من نیست، قبول دارم یه سری رفتارهای مثلا بی خودی داره ها، ولی اونقدری که همه میگن به نظر من آدمای دیگه هستن که اونقدر رو مخ باشن. ولی سفدا اوایلش خیلی رو مخم بود، الان یه چند قسمتی یه ذره بهتر شده، انگار که داره مثلا تلاش میکنه که یه ذره رفتارهای بهتری از خودش نشون بده، ولی اوایل اونم رفتارهای رو مخ خیلی زیاد داشت، حسودی میکرد، حسودیای بیجا. و اینکه دیگه کی میمونه؟ تناز به نظر من با مزه است، ماهرخ هم با مزه است و ماهرخ هم به نظر من حداقل دیگه رفتارهای نرمالی از خودش نشون میده، خیلی رفتارهای عجیب غریبی نداره. پیکسی خب ظاهر خیلی متفاوتی داره، یعنی ظاهرش جلب توجه هم میکنه واسه کسی که اگه اون تایپی دوست داشته باشه. به نظر من ظاهرش جالبه، ولی اونم رفتار مثلا بدی نداره، رفتار نسبتا مثلا خوبی از خودش نشون میده و خیلی تاکسیک نیست تا الان. فعلا تاکسیک ترینا نگار و علی و یعنی ترانه و اینایی که خیلی حاشیه درست میکنن. یه نقد دیگه که من به این دارم، به این برنامه دارم، اینه که ما آقای فیلم بردار رو زیاد میبینیم توی تصویر. من نمیدونم، من نسخه های خارجیش رو ندیدم که ببینم مثلا اونجا هم همین مدلیه یا نه، ولی مثلا فقط همین یه تیکه تیکش رو توی اینستا و اینا دیدم. ولی چیزی که هستش اینه که ما آقای فیلم بردار رو خیلی زیاد میبینیم توی تصویر. اینا مثلا سوتی بوده یا اینکه مثلا مسئله نیست، باید باشه، مثلا باشه هیچ مشکلی پیش نمیاد. نمیدونم. الان مثلا فکرم توی یه قسمتی بود، همین قسمت پریشب بود فکر کنم یا دیشب، نمیدونم، توی یکی این قسمت ها بودش که یه تیکه که اینا نشسته بودن بیرون روی میزه پشت پنجره، آقای فیلم بردار همش بود تو تصویر. اصلا خیلی عجیب بود واسه من که این همش هست، یعنی دیگه اگرم نرماله که باشه خیلی زیاد بود، یعنی من فکر می‌کنم نرمال نیست، این دیگه سوتی بوده. یه ذره احساس میکنم باید رژگونه پودریم بزنم روی این رژگونه‌ام، چون رژگونه مایع زدم دیگه، یه ذره باید پودری بزنم که هم فیکس بشه هم رنگش یه ذره بیاد اینجوری بیرون‌تر. حس میکنم که رژگونه‌ام کمه. آرایشم چطور شد؟ به نظر خودم که بامزه شد، خودم دوستش دارم. حالا خیلی آرایش غلیظ و همچین آرایش عروس نشد، خدا رو شکر، از این بابت راضیم، ولی با حال دیگه مثلا خب با آرایش هر روزیم فرق میکنه دیگه، یه سایه‌ای زدیم و کانتوری کردیم و خیلی وقت بود که نشسته بودم انقدر جدی و مثلا کارهای یعنی آرایش‌های مثلا جدی‌تر انجام بدم. خودم که خوشم آمد، امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه. به هم حتما تو کامنت ها بگین که از این مدل ویدیوها دوست دارین یا نه، و اینکه لایک و سابسکرایب هم یادتون نره و همیشه یادتون باشه که رسپکتفول باشین و دلوپرام داشته باشین و من دختریم که باید به هم توجه بشه. آی خدا. تا ویدیوهای بعدی، خداحافظ.